والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالغاصب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أعدائهم أجمعين شمس ولايت که پس پرده مستور نیم چون که به آثار عیان پوشیدت خفا با این که منور ز رخش گشته جهانی از آتش هجران تو عمرم به سر آمد از آتش هجران تو عمرم به سر ترسم که نبینم رخت احمد ثانی ترسم که نبینم رخت سه جمله ذکر مصیبت و همه رو به خدا معذرت میکنم. عبدالله ابن مسعود میگه محضر رسول الله بودم. رسول الله ممکنه مثل اون 9 نفر رو بفرمایید. فرمودن سال مشکلی کردی اما برای شما بیان میکنم یک شمردن با اسم و لقب و کنیه تا فرمود 12مین وصی من نامش نام من است لقبش لقب من است کنیش برد و داد خواهد بعد از آنی که برد ظلم و جور شده باشد ما به زمانی ابن انشاءالله چه زودتر تشریف میآورم به این دنیا سر و سامانی بدهم امام زمان آقا قدم در کربلا بگذار و بستا سر پرخون
دست نیده دارو تا ای دست خدا باش اصل قدرت بکش تیر از گلوی شیر قدم بگذار در دروازه شاه قدم بگذار در دروازه شاه بپوشم محمل دشتر سوار بپوشم محمل دشتر سوار از نایه مقدس رسولی فرموید یا جدا برات گریه میکنم اگه همه مسائل رو فراموش کنم یادم نمیرود اون ساعتی که اصل بی صاحب اومد درت همه اگر کسی تو خیمه یا حسین رو یاری کن وقتی این زبان بسته این زن و بچه رو دید بنا کرد دویدم زلجنا میدمید زینب به دنبال زلجنا اون زن و بچه به دنبال زینب اومدن بالاتر زینبی یه وقت زینب ببینه دشمن دور حسین رو گرفته دستشون رو سر گذاشتن اما فیکم مسلم برای اسلام حجت به پسر زن فرمود یبن زن ایقتل ابو عبدالله اینا نجیبم رو شاید زینب برگردون سید حیدر علی یکی از مورخین شیعه میگه به نظر من بزرگترین مصیبت کربلا این مصیبت بوده که زینب و شم با هم رسیده شم رو سینه زینب بالاتر زینبی
المجال من سره الجد خدا